لیونل آندرس مسی کوچکترین ستاره فوتبال آرژانتین سال 1987 توی روزاریو آرژانتین به دنیا آمد. مسی از اوایل زندگیش عاشق فوتبال بود و برای شروع کریرش باید به سال 1999 بریم که داشت توی آکادمی‌های باشگاه نیوز اولد بویز می‌درخشید. لئو از باشگاه ریور پلاته که اون موقع بهترین تیم آرژانتین بود پیشنهاد خوبی داشت. ولی خب یکی از شرط‌های خانواده لئو برای فرستادنش به تیم دیگه این بود که اون باشگاه هزینه‌های درمان بیماری مسی رو میده یا نه. و از اونجایی که ریور پلاته زیر بار این شرط نرفت، به جاش باشگاه بارسلونا اسپانیا لیونل رو با قراردادی که روی یک دستمال کاغذی نوشته شده بود به خدمت گرفت. از سال 2000 لئو توی آکادمی‌های لاماسیا شروع به بازی کردن کرد. اما اولین فصلی که لیونل مسی به عنوان یک بازیکن برای تیم بزرگسالان بارسلونا بازی کرد فصل 2004-2005 بود که توی فصل اولش هم توی 9 بازی 1 گل و 0 پاس گل به ثبت رسوند. ولی سال 2006 و در واقع فصل 2005-2006 مسی توی تیم فوق‌العاده بارسلونا فرانک رایکارد بود که توی اون تیم ستاره‌ای مثل ویکتور والدز، کارلوس پویول، آندرس اینیستا، ژاوی هرناندز، ساموئل اتئو و از همه مهمتر رونالدینیو برزیلی بودن که اون فصل با خاطر رئال مادرید قهرمان لالیگا شدن و با برد 2-1 مقابل آرسنال قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شدن. و آخر اون سال لئو به تیم ملی آرژانتین برای جام جهانی 2006 آلمان دعوت شد ولی خب نتونستن بیشتر 1/4 نهایی صعود بکنن و در نهایت اون فصل لیونل توی 32 بازی 10 گل زد و 6 پاس گل به ثبت رسوند. فصل 2006-2007 و 2007-2008 نه تنها برای مسی بلکه کلا برای بارسلونا خوب پیش نرفت و بدترین شوک هم جدا شدن رونالدینیو از بارسا و مقصد میلان بود. ولی مسی توی این دو فصل در مجموع توی 98 بازی 41 گل زد و 22 پاس گل داد. اما سال 2009 با عوض شدن سرمربی بارسا و اومدن پپ گواردیولا بالای کار تحول زیادی توی تیم به وجود اومد. اونا تونستن به اولین تیم تاریخ تبدیل بشن که توی یک سال 6 جام به دست میارن. جدا از اون لئو اون سال توی 61 بازی 41 گل زد و 19 پاس گل به ثبت رسوند و برای اولین بار برنده جایزه توپ طلا بالاتر از کریستیانو رونالدو و ژاوی هرناندز شد که همه این تفاسیر باعث شدن که از اون سال اون لیونل مسی وحشتناک قوی رو به چشم ببینیم. 2010 و 2011 ادامه درخشش لئو مسی بود که توی این 2 سال 2 تا لالیگا و 1 چمپیونز لیگ با بارسا گرفت و 2 تا توپ طلا گرفت و توی فینال چمپیونز لیگ 2011 جلوی منچستر یونایتد لیونل مسی به اولین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شد که توی فینال لیگ قهرمانان اروپا نمره 10 از 10 میگیره و اون رکورد هنوز پابرجاست. توی این 2 سال لئو توی 131 بازی 106 گل و 45 پاس گل به ثبت رسوند. اما سال 2012 لئو تونست رکوردها رو دونه به دونه جابجا کنه، به شدت زیاد. درسته لالیگا رو به رئال و چمپیونز لیگ رو به چلسی باخت ولی لئو اون سال توی 69 بازی 91 گل و 30 پاس گل به ثبت رسوند که این تعداد گل تبدیل شد به بیشترین تعداد گلی که یه بازیکن توی یه سال میلادی به ثبت میرسونه و توپ طلا اون سال رو هم بالاتر از کریستیانو رونالدو به دست آورد. با اینکه لئو توپ طلا 2013 و 2014 به رقیبش رونالدو باخت و چمپیونز لیگ هم 2013 مقابل بایرن به طرز تحقیرآمیزی حذف شدن و توی مجموع 2 بازی 7 گل دریافت کردن ولی باز هم توی این 2 سال آمار عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. یه لالیگا گرفت با بارسا سال 2013 و توی 137 بازی در مجموع این 2 سال 115 گل و 35 پاس گل به ثبت رسوند. و اتفاق بعدی که سال 2014 برای مسی افتاد باخت 1-0 داخل فینال جام جهانی 2014 برزیل با تک گل ماریو گوتسه مقابل آلمان. ولی سال 2015 لئو مسی در کنار نیمار جونیور و لوئیس سوارز مثلث MSN رو تشکیل دادن که به وحشی ترین خط حمله تاریخ فوتبال معروفه. اون سال بارسا لالیگا رو بالاتر از رئال مادرید و اتلتیکو مادرید گرفت و کوپا دل ری با برد اتلتیکو بیلبائو توی فینال گرفت و با برد 3-1 مقابل یوونتوس قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شدن. اون سال مسی برای 5مین بار برنده توپ طلا شد که تا اون لحظه بیشترین توپ طلا توی تاریخ فوتبال به شمار میاد. ولی آخر اون سال با باخت توی ضربات پنالتی جلوی شیلی مسی از بردن کوپا آمریکا هم جا موند و از فوتبال ملی رسما خداحافظی کرد. ولی خب تایم خداحافظیش زیاد نبود و چند سال بعد دوباره به فوتبال ملی برگشت. آمار لئو مسی اون سال به این شکل بود: 65 بازی، 62 گل و 33 پاس گل. با اینکه سالهای 2016، 2017 و 2018 مسی توپ طلاها رو به رونالدو و مودریچ باخت و توی چمپیونز لیگ هم مرحله 1/4 نهایی بالاتر نیامد ولی 2 بار لالیگا برد و آمار فوق‌العاده‌ای کسب کرد. 180 بازی در مجموع این 3 سال، 161 گل و 69 پاس گل. اما سال 2019 مسی توی تیم بارسلونای عالی و فوق‌العاده ارنستو والورده بود و تونست عملکرد فوق‌العاده‌ای به ثبت برسونه. سال 2019 مسی با بارسا قهرمان لالیگا شد، نایب قهرمان کوپا دل ری شد و توی چمپیونز لیگ هم تا نیمه نهایی رفتن که بازی رفت با دبل مسی
بازی 3-0 به نفع بارسا شد، ولی خب توی بازی برگشت آنفیلد به سبک عجیبی 4-0 باختن و از UCL حذف شدن. اون سال آمار مسی اینطوری بود: 60 بازی، 56 گل و 22 پاس گل. اون سال لئو برای ششمین بار کفش طلا و توپ طلا رو برد و دوباره به همه ثابت کرد که بهترینه. ولی 2020 و 2021 بارسا به طور عجیبی مریض شده بود و توی چمپیونز لیگ 2020 از بایرن 8 باختن و 2021 از پاریس 4-0 باختن و توی لالیگا به رئال و اتلتیکو جام‌ها رو دونه دونه دادن و مسی هم به اندازه بارسا نه، ولی یه افت نسبی کرده بود، ولی اون توی 80 بازی 54 گل و 28 پاس گل به ثبت رسوند. و آخر سال 2021 اتفاق خوب و یه اتفاق بعد برای لئو مسی افتاد. اتفاق بعد جدایش از عشقش یعنی بارسلونا و اتفاق خوبش هم گرفتن اولین جام ملیش یعنی کوپا آمریکا 2021 و به تبعش بردن 7مین توپ طلاش. سالهای 2022 و 2023 توی پاریس خیلی برای مسی چیز خاصی نداشت، ولی اتفاق خوبش رسیدن به آرزوی لئو یعنی قهرمانی جام جهانی با آرژانتین توی جام جهانی 2022 قطر بود که با برد فرانسه توی ضربات پنالتی به دست اومد که بعد از اون 8مین توپ طلا رو هم بالاتر از ارلینگ هالند به دست آورد. لئو آخر سال 2023 تا به امروز به باشگاه اینتر میامی آمریکا پیوست و تقریبا میتونیم بگیم دیگه برای تفریح داره فوتبال بازی میکنه.